سیوم اپریل در شهر سمرقند در حاشیه همایش آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت کمیسیه اتحادیه اروپا خانم اورسولا فون در لاین ملاقات نمودند. در واخور مسئله های همکاری تاجیکستان و اتحادیه اروپا بررسی گردید. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان از تشبثی به سطح استراتژی برآوردن مناسبت‌ها جانبداری می‌نماید. با توسعه رابطه‌های اقتصادی و تجارتی، جلب سرمایه و تکنولوژی‌های نوی اروپایی به اقتصاد تاجیکستان توجه زیاد ظاهر گردید. مسائل به امضا رساندن سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا، همچنین راه‌های تطبیق خریطه راه اید به عمیق‌سازی روابط بین منطقوی از موضوعهای مهمی صحبت بود. تأکید گردید که تاجیکستان برای اشتراک در لایحه علاقه محوروی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی آماده است. رشد همکاری در سمت رقمی کنانی، گزارش به حکومت الکترونی و رشد ذهن صنعی مهم دانسته شد. اهمیت استراتژی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، تشبث نوی دروازه گلوبالی و برنامه‌های بسیار ساله ایندیکاتیوی تأکید گردید. در رابطه به حل مشکلات گلوبالی اظهار باور کرده شد که اتحادیه اروپا در کنفرانس بین المللی اید به حفظ پریخ‌ها ماه می سال روان در شهر دوشنبه در سطح مناسب اشتراک خواهد کرد.